تشکر بسیار زیاد. خود تشویش جدی ما که امروز در بین مردم ما بسیار زیاد است، چی در داخل چی در بیرون، از علمای ما می باشند. آیا کدام قشر خاص از علما از طرف دولت اسلامی مورد تهدید است یا نیست؟ قانونا و رسما چون این قانون وجود دارد که عده‌ای از علما مورد تعقیب قرار بگیرند، در حالی که یکی داعش است که اونا داعشی هستند و سند وجود دارد و اونا مسلح هستند، جنگیدن و سلاح دارند، و یکی هم کسانی که فکر و اندیشه کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارند و برای مردم خود خدمت میکنند. و امت اسلامی آیا همچنین اشخاص قانونا از طرف دولت مورد تعقیب است یا خیر؟ نه خیر، هرگز. ما کسی که مسلمان باشه، باز همکیش ما باشه، برای دین خدمت بکنه، از دین حرف بزنه، عالم باشه، هرگز از طرف ما برشان کدام مخاطره مواجه نیست. یکی خوب کسایی هستن افراطیون یا هم کسایی که تکفیری هستن، مردم تکفیر میکنن و مردم مشرک میگن و مسلمان ها مرتد میگن. خط آنها خود جدا است، آنها در صف دشمن قرار گرفتن، با ما در دشمنی قرار دارن، دوست هیچ کسی هم نیستن، بدون خود هیچ کسی دیگر مسلمان هم نمیپندارن، عقیدهشان هم باطل است و در راه گمراهی پیش میرن. او خود جدا است، داعش به نام داعش منسوب هستند. و کسای دیگری که در افغانستان هستند از امروز نبود، زمان قبل هم ما همچو مذاهب داشتیم، باورها و عقیده های مختلف داشتیم، اختلافات علمی داشتیم، اختلافات فقهی داشتیم. این از صدر اسلام تا به حال آمده جریان داره، جریان پیدا خواهد کرد. ما هرگز نمیخوایم چیزای علمی باعث از این خدا نخواسته کسی از به اساس آن کشته شود، به اساس آن تحقیر شود، توهین شود، زندانی شود، مشکل برشان ایجاد شود. هرگز چنین پالیسی ما نداریم و نه همچنین اقدامی صورت گرفته. اتهامات هم که زده میشه نادرست است، ما رد. مجاهد صاحب، شایعات وجود دارد که در بین حکومت اسلامی یک ایده هستند که موافق هستند با چنین طرز فکر که سلفی باید بگوییم، و یک ایده هستند که اینها صوفی ها هستند و متعصبین هستند که مشکل ایجاد میکنند و سر به خود و به اختیار خود علما را اذیت میکنند، در خانه‌هایشان میرن و حتی به قتل میرسانند. آیا همچنین چیزی وجود دارد یا ندارد که شایعات زیاد وجود دارد و وحشت زیاد هم در بین مردم خلق کرده و ما شاهد از هستیم که علمای ما یا خدا نه، هر عالم دین باید کوشش بکنه. در افغانستان نیاز به اتفاق و اتحاد است. هر فکر و هر حرفی که باعث تنش و باعث بی اتفاقی، باعث از هم پاشیدن امت و ملت میشه، ما موافق به اون نظریات نیستیم. باید کوشش شود که همچون نظریات ابراز نشود. ولی بازم من میگم که اختلافات اختلاف علمی است، چیزی که در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله اختلافات وجود داره، در رفع الیدین، در بعضی مسائل دیگر. برادرای سلفی ما یک تعبیر میگیرن، یک حدیث عملی میکنن، احناف دیگر حدیث عملی میکنن، هر کدام برای خود دلیل هم دارن. این اختلاف از امروز نیست، از ما هم نیست. این اختلاف در صدر اسلام بعد از زمان حضرت پیامبر صلی الله علیه و میان صحابه کرام هم اختلافات علمی وجود داشته. بعضی اصحاب کرام یک نظر رای داشتن در مسائل اجتهادی، بعضی ها دیگر رای نظر داشتن. همچنان مذاهب چهارگانه ما که در اهل تسنن مشهور است، هم به اساس اختلافات علمی و فقهی و میان آمدن، ولی هرگز اختلافات به این معنی نیست که یکی دیگر حذف شود یا یکی دیگر معلش اقدام نظامی صورت بگیره یا خدای نخواسته قتل کس به اختلافات جایز شود. ما طلبگار وحدت امت هستیم و چنین اقدام هنوز نشد. چندین واقعی را که ما مشاهده کردیم در کابل و بعض جاها، در ایام اولی که ما آمدیم، یک تن از علمای اهل سلفی ما اختطاف شدن، باز پسان جسدشان پیدا شد. این روی تمام نداشت. ما تحقیقات هم کردیم، معلوم قضیه زیر تحقیق جدی است و کدام کسی تحقیر هم نشده. البته بعضی از حلقات داعشی که او کشف شدن، مراکزشان پیدا شدن، از بین هم برده شدن، علمای سلفی ما باید باور خود را منسوب نکنند. ما خواهش میکنیم که خطشان باید از خط داعش جدا باشه. ما برشان احترام میگذاریم. در افغانستان در ساحات مختلف برادرای اهل سلفی را داریم، ولی هرگز باید آنها تصور نکنند که ما علیه آنها قیام کردیم یا اقدام کردیم یا کدامشان ما از بین برده خواهد باشیم. چنین چیزی نشده. ولی داعشی ها طبعا و دشمن هستند، تکفیری هستند، امت مسلمان را تکفیر میکنن، مرتد میخوانن، مشرک میخوانن و خطش جدا است. ما علیه آنها طبعا
آنها اقدام نظامی کردن، ما مجبور شدیم که مردم خود را از آن نجات بدیم. شما می‌بینید انفجارات در مساجد، انفجارات علیه مذاهب دیگر کاملا وحشتناک، مردم ملکی و عام حتی اطفال و خانمان را بدون کدام دلیل مجوز شرعی به قتل می‌رسانند که هیچ دلیل وجود ندارد. از اینکه در وحشت دیگر نیست، علیه آنها ما اقدام میکنیم، ولی برادرای سلفی ما باید اقدامات علیه داعش را به خود منسوب نسازند. مجاهد صاحب اینطور است که در امی اواخر می‌بینیم که تعدادی از علما به شهادت رسیدن و گفته میشه که بعضی از قماندان هایی که در بعضی از ولایات هستن اینا بسیار از خود چون نظام هنوز درست یعنی رسیدگی نمیتونه، بعضی از این قماندان ها هر کدامشان مثل امیر المؤمنین یعنی عمل میکنن و خود از اینا مردم آزار میتن و به مخاطر است که علمای ما خودم شخصا خبر دارم که تعداد فرار کردن، تعداد مخفی هستن و بعضی کسایی هستن که میگن تا لیست ساخته شده از طرف امارت که اینی تعداد علما باید گرفته شود، اینی تعداد باید بندی شود، اینی تعداد باید به قتل رسانده شود و این یک وحشت خلق کرده در بعضی از ولایات و ما شاهد قتل ها و کشتارها هم هستیم در این یکی دو هفته. ما سراغ ندارم که کسی از افراد ما چنین کار کرده باشه و ما در صف کنترل خوب داریم. بعضی از سوء استفاده کننده اگر باشه در میان به خاطر تفریق افغانی، به خاطر ایجاد اختلاف بین علما، همچون اقدام اگر بکنه ما از جدی جلوگیری میکنیم، متوجهشان هستیم. بعضی از علمای احناف ما هم شهید شدن بعضی مساجد در بعضی شهرها و این سلسله دوام داشت، ولی شاید کسای دیگری هم شاید جای هدف قرار گرفته باشند، ولی از طرف امارت اسلامی افغانستان چنین وضعیت نیست و هیچ کس هم ثابت کرده نمیتونه اگر چنین عملی شده باشه از طرف یا عالمی که یا فرد یا قماندانی که منسوب به امارت است چنین کاری کرده باشه. اگر چنین شواهدی دیده شد یا دلیلی به میان آمد، ما بدون شک مجازات میکنیم و کسی را ما اجازه نمیدیم که همچین اقدام بکنه. در این مورد باید حقایق واقعی گفته شد. یعنی امنیت علما باید در اولیت قرار داشته باشه، برای اینکه شما میفهمین که این مردم در داخل و در بیرون در همه جا نفوذ دارن و در مردم خوب و کسایی که اونا یعنی خوشبین به آمدن امارت اسلامی بودن، وقتی که اگر علمای ما آزار اذیت میبینن، معلوم دار شما یک طبقه بسیار خوب و با نفوذ جامعه را بدبین میسازین. یعنی شما حتما در این مورد فعالیت صورت میگیره به خاطر امنیت علما. طبعا ما متوجه امنیت علمای کرام خود هستیم. هر عالمی که باشه، به هر باوری که باشه باید مسئول باشه. همچنان تمام متنای ما حق دارن امنیتشان تامین شود. استخبارات ما و ارگان‌های امنیتی ما شب و روز در تلاش هستند که از هر ناحیه که به کس خطر مواجه میشه جلوش بگیره. ولی بازم جامعه است، اگر کدام فرد میخیزه کدام جنایت را انجام میده، هرگز به این معنا نیست که از طرف امارت اسلامی برش اجازه داده شده یا با توافق امارت کار را میکنه، بلکه یک جنایت فردی خود باشه. ما جدی هستیم، قضایا را تعقیب